بابا تو روحت بابا شوه بعد وقتی یه کردم تو برداشتم راه دادم این چون چه رو مخی بابا دنبال خونه دیگه ای خونه زندگی نداری؟ درسوز که درسوز هر کی میخواد باشه چی میگی تو؟ این اینجا چیکار میکنه سر صبح؟ من اینجا نیستم آقای ما عشقم همین الان میان چیو داری میسوزونی؟ اونا رو بگن نکشی ها من نیستم پیمان اینجا سلام صبح بخیر سلام مرسی از چی اومدی اینجا سر صبحی؟ پادگان داری میری؟ 10 صبح سر صبحه؟ نه بابا 10 شد حواسم فکرم 6-7 صبح دیشب تا صبح نخوابیدم بیار داشته پیشنهاد من فکر می‌کردی خوابت نبا؟ نه خوشگلم نه سهیل داشت تا صبح ار میزد نتونستم بخوابم طفله خب چی شد؟ کی قرار بذاریم؟ الان واسه همین اومدی تا اینجا خب اینو پشت تلفن میپرسیدی بهت میگفتم اگر در جریان نیستین تلفنتون خاموشه آره خاموشه شبا خاموش میکنم تا صبح هی پشت سرم مزاحم دارم سهیل بالاست؟ آره هست منتها میگه بگو نیستم پگاه رفته پیش وکیلش که مهریه‌شو بذاره اجرا میخواد بنزش زندان خوب کرده آخ داشت گوش میدادا سریع تا اینو گفتم بودش داستان داریم به منم گفت نگم من گفتم میگه بگا سلام آفرین به غیرتت باید همین کارو باش بکنی به خدا باید ادبش کردیم چه کار زشتی بود کرد توی رستوران بیا حالا بریم توی چیزی بخور پاشو مگه این پیش تو نیست؟ چرا هست؟ پس چرا میگی من بیام بالا؟ تعارف کردم یه پدری من ازش درارم با من خودم هم شوکیم به جون پگاه از موقعی که اومده خیر و برکت از زندگی من رفته بیرون نه کسی میره نه کسی میاد یعنی اصلا به نفع همه از هر چیز زودتر کاری زندانش حل بشه اول همه به نفع منه واقعا چرت و پرت نگو برو اینو بهش بگو جدی گفتم من میگم چرت و پرت نمیگم جدی دارم میگم دوستم البته گفت همه رو شنید دیگه فالگوش واسطه بود پای آیفون همه رو شنید باز من بهش میگم تاکید میکنم درسم بیا بشین بریم برو فعلا پس بی زحمت تلفن تو روشن کن بهت زنگ بزنم آره روشنش میکنم غلط کرده من که عوضی به ما چه ربطی داره یعنی چی رضا خونسردی تو حفظ کن منو پیمانو میم شرکت چه خبره اومدیم اینجا زندگی میکنه چه خبرته قوزه بالا قوزه بعد وقتی خودم کم بود و گند کثافت رو هم جمع کنم پیمان الان اصلا این ماجرا به من چه ربطی داره من اصلا در جریان نیستم چه گند کثافتی پیرمرد شوهر هدیه بلند شده رفته با 2 تا قلچماق رضا رو مفصل شرکت کتک زدن بر چی این کار کرده میگه که زنش پولا رو برداشته رفته فکر میکنه ما هم همه هم دستشیم برو بپوش بعد بریم بدو عجب این دختره به زی خدا مرد یه چیزی بخورم یه چیزی هممون گیره بعد وقتی میگه چرا دست تو داری میکشیم دست من میکشیم به من چه ربطی داره مرد حسابی نشستین خودتون با هم دیگه دیدینش دیگه چرا قرارداد بستی چرا پول گرفتی چرا قبول کردی تو اون موقع من پول آوردم تو دفتر شما رو اول شکستگی نشون دادم نگفتین آقا متشکرم در ضمن آقای عزیز زنت مهریه رو گذاشته اجرا میخواد بکنه تو زندون شنیدی دیگه بله شنیدم کردی میترسم به کردی میرم این دفعه التماس میکنم ها نه بابا زبر شدی قبلا موش بودی خبریه منم دارم به شک میکنم ها آقا پیمان مرسی که نگفتی من اینجا آقا دهنم در رفت درستا رو میبینم اصلا همه چی رو میگم شایدم با درستا خیلی چیک و پوک میکنی فکر نکن ندیدم اینم از همون قماشه ها دوست داشتم میخواستی معرفیش نکنی بعدا نگم پیمان بهشم رضا منتظره میگم ببینم میتونی یه ردی از این فرزاد فرزین بگیری شاید از دختر خبر داشته باشه سرویس میکنم این چیه بده من ببینم آقا شکم خالی دست خالی کتک میخوریم پیمان نکن چند نفرم نگفتی چند چی نفر چند نفرم بده بابا جان برو بریم من پس درگیر نمیشم بیا برو رو من حساب نکن مملکت قانون داره
چی شد؟ کجا؟ شلوغش نکن بابا رفتن. رضا اوکی؟ همه چی خوبه؟ خوبه. زدنه؟ بی خود کردم میتونم بزنم. باری کلا دمادمون ها. آفرین.